مدل صفحه 132 کتاب، انتقال پنس سینه به زیر سینه جهت پنس کت. برای این مدل الگوی کامل تا باسن رو رولت میکنیم. ابتدا فاصله نقطه B تا خط مرکزی جلو رو اندازه میگیریم که معمولاً با 1/2 فاصله سینه این اندازه به دست می اومد. هرچی که این فاصله بود روی خط باسن همون فاصله رو علامت بزنید و خط رو مستقیم تا نقطه B ادامه بدین. یعنی میشه این خط پنس ما مستقیم و موازی با خط مرکزی جلو. چون ما قراره روی کتمون پنس رو بدوزیم و این پنس روی کت نمیتونیم تا این قسمت انتهای پنسی که قبلا علامت زده بودیم دوخت انجام بدیم و به 0 برسونیم. حتما باید تا پایین کت این پنس دوخته بشه. بنابراین که فضای ما اینجا برای دوخت باید داشته باشیم. میایم به دو طرف این خط به اندازه نیم سانت به هر طرف مجموعاً 1 سانتیمتر فضا میدیم. فضای 1 سانتی که مشخص کرده بودیم به دو طرف خط پنس کمرمون وصل میکنیم. حالا این مقدار 1 سانتیمتر یا نیم سانتی که ما اینجا کشیدیم از مقدار باسن الگوی ما کم شده، چون این الگو با کنترل باسن انجام شده و فیکس اندازه هایی هست که برای فردی که اندازه گیری کردیم. بنابراین برای اینکه روی خط باسنمون کم نشه این اندازه و تنگ نشه، ما هر مقداری که اینجا از الگو گرفتیم باید روی خط پهلو بهش اضافه کنیم. من اینجا مجموعاً به هر طرف نیم سانت داده بودم، مجموعاً 1 سانتیمتر. میام اون 1 سانت رو اینجا اضافه میکنم. توی قسمت کمر هم ما اینجا کمر رو تیز رسم کردیم و میخوایم این تیزی از بین بره. یه مقدار از گودی کمر رو کم میکنیم و با خطکش منحنی این قسمت رو طراحی میکنیم، به باسنی که جدید علامت زدیم وصل میکنیم. به این شکل با خطکش منحنی رسم کردم. حالا میخوایم عوضمان طبیعی ایجاد کنیم. این قسمت پایین برش میزنیم تا نقطه B سر پنس سینه و قسمت بالا رو میبندیم. پایین عوضمان طبیعی ایجاد میشه. بعد از عوضمان طبیعی که ایجاد کردیم این قسمت رو زیر فضای خالیمون رو کاغذ میچسبونیم. نوک پنس رو 2 سانت کوتاه میکنیم. میدونید که 2 تا 2.5 سانتیمتر اینجا شعاع دایره‌ای هست که هیچ پنسی نباید وارد اون بشه و پنس فقط تا این قسمت دوخته میشه. برای اینکه لبه کارمون، لبه این قسمت پنسمون حتما موقع دوخت باید برسه به خط پایین باسن و کم یا زیاد نیاره، باید این خط لبه پنس رو تا بزنید بذارید روی خط لبه پنس این طرف و اون موقع قسمت پایین پنس رو اضافاتش رو قیچی کنید. این باید حتما به این شکل 7 در بیاد تا موقع دوخت راحت با لبه کارتون لبه پنس دوخته بشه. برای پشت کت باید خط پنسمون موازی باشه با خط مرکزی پشت، یعنی فاصله این نقطه ابتدای پنس تا انتهای پنس روی خط باسن با هم یکی باشه. وسط این پنس یه خط موازی با خط مرکزی پشت میکشیم تا پایین روی باسن. برای پشت هم مثل قسمت جلو ما باید یه فضایی اینجا ایجاد کنیم برای دوخته شدن پنس تا خط باسن. من برای پشت 1.5 تا 2 سانتیمتر اینجا فضا میدم. اگه 2 سانت در نظر بگیریم 1 سانت به هر طرف این خط فضا میدم و وصل میکنم تا خط پنسم. خب این فضایی که ایجاد کرده بودم وصل کردم تا خطای قبلی پنس. حالا این مقداری که از الگوی من کم شده به هر مقداری که هست 1.5 تا 2 سانتیمتر باید پهلو کاغذ بچسبونم و اینجا فضا رو جبران کنم. تیزی و گودی قسمت کمر رو هم کم میکنیم و با خطکش منحنی به قسمتی که فضایی که اضافه کردیم به خط باسن وصل میکنیم. الگومون کامل شد. میبینید که قسمت پشت هم برای اضافات قسمت پایین پنس باید حتما خط کناره پنس تا بخوره و روی این خط قرار بگیره و اضافه پایین پنس در اون حالت بسته قیچی بشه که موقع دوخت راحت باشین و کارتون تمیزتر باشه.